سلام. توی این ویدیو میخوام خیلی دقیق بهت بگم که اگر یه شرایط بحرانی مثل جنگ، قطعی اینترنت یا قطعی برق اتفاق افتاد، چه دارویی باید توی کیف اضطراری همراهت باشه، دارویی که ممکنه جون تو یا عزیزت رو نجات بدن. تا آخر این لیست همراه من باش، مخصوصا مورد آخر که خیلی‌ها اصلا بهش فکر نمی‌کنن. شماره 1، یه مسکن ساده ولی ضروری، آسیتامینوفن یا ایبوپروفن برای تب، سردرد، دندون درد یا حتی درد عضلانی ناشی از اضطراب یا جراحت که بدون این داروها ممکنه حتی یه درد ساده توی شرایط بحرانی تبدیل به یه کابوس بشه. شماره 2، آنتی بیوتیک خوراکی مثل آموکسیسیلین یا آزیترومایسین که اگر زخمی شدین و عفونت کردین و دسترسی به پزشک نداشتین، این قرص میتونه جلوی گسترش عفونت رو بگیره. شماره 3، لوپرامید. اگر غذا فاسد باشه یا آلوده و حتی آب آلوده هم مصرف کنین، احتمال مسهل شدن طبیعتاً زیاده و شرایط کم آبی و اسهال میتونه باعث ضعف در بدن شما بشه. شماره 4، متوکلوپرامید یا دمیترون. تهوع یا استفراغ نه تنها اذیت کننده هستند، بلکه باعث کم آبی، ضعف و بیقراری در شما میشن، مخصوصا در شرایط بحرانی. شماره 5، یه پماد مثل جنتامایسین یا موپیروسین هست. اگر زخمی شدی، حتی یه خراش ساده توی شرایط آلوده خیلی راحت میتونه باعث عفونت بشه که از این دو پماد میتونید استفاده کنید. شماره 6، شاید دارو نباشه اما ضروری تر از خیلی قرص هاست، بتادین، گاز استریل و باند ساده. خیلی وقتا یه ضد عفونی کردن ساده میتونه جلوی عفونت های جدی تری رو بگیره. شماره 7، قرص ضد حساسیت مثل سیتریزین و فکسوفنادین هست. حساسیت های غذایی، نیش حشرات یا حتی آلودگی میتونن باعث واکنش های آلرژی در بدن بشن که با آنتی هیستامین ها قابل درمان هستن. شماره 8 که خیلی هم مهم هست، داروی خاص خودت مثل انسولین، اسپری آسم، قرص‌های تیروئید، فشار خون یا داروهای قلبی که بدون اینها سلامتی شما به خطر میفته و خدای نکرده تعطیلات جانی به همراه داره. شماره 9، دیمنهیدرینات یا قرص ماشینی. اگه مجبور به تغییر مکان یا جابجایی با ماشین، قطار شدین و حالت تهوع بهتون دست میاد، میتونی از این قرص استفاده کنی. و بالاخره شماره 10، استرس بالا توی شرایط بحرانی به راحتی معده رو به هم میریزه و باعث میشه که معده درد بگیره. میتونید از داروهای اومپرازول و فاموتیدین استفاده. خب اینم از 10 تا داروی نجات بخش برای مواقع اضطراری که اگه فکر می‌کنید دارویی رو جا انداختم یا دستور مصرف هر کدوم از این دارو رو نمیدونین، خوشحال میشم برام کامنت کنین. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودت و عزیزانت باش، مخصوصا وقتی دنیا بی‌رحم میشه. ارادت، خدا نگهدارتون.